صفا که حیات قشنگی داشت یک حوض کاشیکاری بزرگ بود که چند تا ماهی گلی توی اون زندگی میکردن. اما به جز ماهی ها یک بچه گربه با مادرش هم زیر درخت باغچه برای خودش جایی فراهم کرده بود و همونجا با هم زندگی میکردن. یکی از سرگرمی های گربه کوچولو این بود که میرفت کنار حوض مینشست و ماهیا رو تماشا میکرد. اما ماهیا با اون حرف نمیزدن و تا چشمشون به بچه گربه میافتاد میرفتن و قایم میشدن. بچه گربه خیلی از این موضوع ناراحت بود و دلش میخواست با ماهیا دوست بشه. اما مادرش به اون گفته بود ماهی‌ها و گربه‌ها هیچ وقت با هم دوست نمیشن، چون ماهی‌ها یکی از غذاهای گربه‌ها هستن. از طرفی ماهی‌های داخل حوض متوجه شده بودن که گربه کوچیکی هر روز کنار حوض میشینه و اونها رو نگاه میکنه. اونها از این موضوع ترسیده بودن. اما میون اون ماهی‌ها ماهی کوچیکی بود که میگفت شاید اون گربه قصد بدی نداشته باشه، اون مهربون به نظر میاد. اما مادرش با اون مخالفت میکرد و میگفت گربه ها و ماهی ها همیشه با هم دشمن بودن، تو هم نباید به اون نزدیک بشی وگرنه حتما تو رو شکار میکنه. ماهی کوچیک به حرف مادرش گوش کرد. با این حال هر روز از دور به بچه گربه نگاه میکرد که چطور ساعتها کنار آب میشینه. به خودش میگفت شاید اون واقعا میخواد با ما دوست بشه، پس باید رفتارای اونو زیر نظر بگیرم. ماهی کوچیک تو همین فکرا بود که دید بچه گربه ناگهان سرش رو به داخل حوض فرو کرد. همه ماهی‌ها وحشت کرده بودن و گوشه ای از حوض قایم شده بودن و از ترس می‌لرزیدن. ولی ماهی کوچولو دید گربه داره حرکات عجیب میکنه. اون رو به بقیه فریاد زد انگار گربه میخواد با ما حرف بزنه. اما همه با اون دعوا کردن و گفتن اون میخواد ما رو بخوره، خدا کنه دستش به ما نرسه. بچه گربه که دید دیگه نمیتونه نفس بکشه سرش رو از آب بیرون آورد. همون موقع بود که مادرش از راه رسید و دید پسرش خیس و خسته کنار حوض نشسته. گربه کوچولو به مادرش گفت مامان، من میخواستم به ماهیا بگم که من نمیخوام اونا رو بخورم، میخوام با اونا دوست بشم. مادرش که از این کار عصبانی شده بود گفت اونا هیچ وقت حرفتو باور نمیکنن. مگه ندیدی که از تو دور شدن؟ باید دست از این کارات برداری. روزها میگذشت و بچه گربه گاهی از دور به ماهیا نگاه میکرد، ولی دیگه نزدیک حوض نمیشد تا اونها رو نترسونه. اما ماهی کوچولو یک روز تصمیم گرفت به سطح آب نزدیک بشه تا شاید خبری از گربه بگیره. همین لحظه بود که دید کلاغ بزرگی کنار حوض نشست و به سرعت نوکش رو در آب فرو کرد. ماهی کوچولو تا اومد فرار بکنه کلاغ‌های دیگه‌ای هم از راه رسیدن و نوکشون رو توی آب فرو کردن تا ماهی کوچیک رو شکار کنن. مادر ماهی کوچولو و بقیه ماهی ها میخواستن به اون نزدیک بشن، ولی کلاغا هر کدومشونو میدیدن شکار میکردن. در آخر مادر ماهی کوچولو تحمل نکرد و خواست به سمت اون بره که ناگهان کلاغها قار قار کن از حوض دور شد. بله بچه ها، بچه گربه که بالای درخت مشغول بازی بود با دیدن کلاغ‌هایی که به ماهی کوچولو حمله کرده بودن به سرعت خودش رو به حوض رسونده بود و با ترسوندن کلاغ‌ها اونها رو از اونجا دور کرده بود. ماهی‌ها که حالا فهمیده بودن بچه گربه با بقیه گربه ها فرق داره و قصد آسیب زدن به اونها رو نداره، از اون روز به بعد دیگه از اون نمی ترسیدن. ماهی کوچولو و بچه گربه هم ساعتها با هم بازی میکردن و بچه گربه مراقب کلاغ‌های ناقلا هم بود که به حوض ماهی نزدیک نشن. قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید.